وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير. سر یهودیا خودی دین که حکم آمد نه. بنو نذیر خیانت کردن، رسول الله هم جلاوطنشان کرد، تبعیدشان کرد. بنو قریظه در جنگ احزاب به امرای مشرکین مدد و کمک کردن، اونا هم جواناش کش دیگهش تبعید کرد. خیبر هم یهود خیبر هم بیخی بیرون کرد. و آیاتا که نازل شد با رسول الله هم گفت اخرج اليهود من جزیره العرب، از جزیره عربی کافرها را بکشه. اخرجوا اهل الكتاب، اهل کتاب بیرون کنید، مشرکین بیرون کنید. بعد از او باز اینمی حکم شد که جزیه. اینا لیا میگن والا جزیه دادن سر ما ظلم است. ظلم نیست سرشان، والله جزیه بسیار عدالت. امیال زندگی از اینا خراب است. خب امی کافرها 20% مالیات میگیره. جزیه چرا میخواه؟ چند پا پیسه است. 20% مالیات، 30% مالیات. تنها از یک چیز نیست، هر چیزش مالیات میگیره. اسلام بیا 5% میگیره و با وجودی که از مسلمان اسلام زکات میگیره، از اینا جزیه. از فقرایش حکومت اسلامی جزیه نمیگیره، از فقیرش، از سرمایه‌دارش میگیره، او هم 5%. دیگه ای که سر از اینا عسکری نمیکنه، خود عساکر حکومت اسلامی، پلیسش و ایناش اینا حفاظت میکنه، جانشان و مالشان، آبرو عزتشان. سر یا جهاد هم نمیکنه، سنگرار هم سرش نگاه نمیکنه. پس در بدل امی همه خدمات یه چیز جزیه باید گرفته شد. یعنی تو نیست که مسلمان ها چیز گرفته نمیشه، از اینا میشه. مسلمان زکات است، مسلمان عسکری و اینا میکنه، اینا نمیکنه. حال 30% حکومتایشان میگیره، ظلم میکنه. حکومت اسلامی که آمد 5% میگیره، دیگه آزاد زندگی خدا نمیکنه. والله که نظام اسلام، حکومت اسلام بخیر کل کافر است. الله که میگه پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت برای کل جهان است. اما اینا نمیفهمند. خب خیر خدا نمیفهمند. خیر ما دیست که تابع بیرق اسلام، حکومت اسلامی باشه. ناق خدای سویسو میزنن و دیگه اصل عام مردمش در تاریکی نگاه میکنه. امی حکومتایشان میگه اگه مسلمان ها آمد کل شما را میکشه، در حالی که غلط است. چرا بکشه؟ وقتی که شما تابع شوین، تابع حکومت اسلامی، نه چرا بکشه؟ تابع چی معنا؟ تابعیت بگیرین، نه تابعیت دولت اسلامی را، حکومت اسلامی را تابعیتش بگیرین، خلاص دیگه شما هیچ در امن زندگی میکنین. و یا خیر دیگه هم برشان نیست که دعوت داده میشون به نرمی، نه ایتو فشار سرش نمیری و عقاید مسلمان ها را میبینن، میشه که مسلمان شان جنت هم آخرت شان هم خوب میشه. در یک جایی که حکومت اسلامی نباشه، سراسر کفر باشه، اوجه چی هدایت است؟ هیچ راه هدایت اونجا نیست. این امیال این مسلمان هایی که در اون کشورهای از اون است، چقدر خیرشان به اونا رسیده. حالا میگن این مسلمان ها به ضرر ماست. نمیمانن هم مسلمان ها را که آزاد یک جای برن، نه؟ میمانن؟ نه. خیبان این مسلمان دلش هر جایی که رفت نمیمانه. میگن این در جایی که ما میگیم همونجا باشه، هر جای نریم. یقین کنه کل مرزا را بند کرده. حال مرا بان میرم یک جای، چی میکنی؟ میگه تو را چی میرم ما اونجا؟ میرم اونجا یک جای زندگی میکنم، نمیمانه. این تو در یک مصیبت حالا یا گرفتار هستن، نه کشیده میتانن، نه نگاه کرده میتانن. این می عذاب الله است. الحمدلله مسلمان ها بر از این عذاب شده. و اقیم الصلاة، پابندی کنین به نماز، و آتوا الزکات، بدین زکات را. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، آنچه که پیش میکنین از برای نفسایتان من خیر، از خیر تجدو پیدا میکنین عند الله، به نزد الله ثوابشه. ان الله بما تعملون خبیر، بدون شک الله با اعمالی که انجام میدین خبردار است. در اینجا الله احکام ادب بیان میکند. در وقتی که اینا کفر و شرک میکنن، شما پابندی به دینتان بکنین. اینا دعوت به کفر و شرک میتن، شما اقیم الصلاة، پابندی کنین به نماز. اقامت النماز چی را میگه؟ که فرایضش را بفهمین، چیزایی که نماز از بین میبره او را بفهمین، خشوع و خضوع نماز را مراعات کنین، جماعتش را مراعات کنین. زیرا نماز و زکات دو ستون اسلام است. بنی الاسلام علی خمس
شهادت الله اله الا الله، اقامت صلاة، ایتای زکا. این دو رکن اسلام است. سیر اعلانت. نماز عبادت بدنی، زکات عبادت مالی است. با الله خود نزدیک کنین به عبادت بدنی و مالی. زکات مالتان بتین، صاحب چیز شدین زکات بتین. و ما تقدمون لانفسکم، آنچه که پیش میکنین از برای نفسایتان، آنچه که پیش میکنین برای نفسایتان چی است؟ من خیر، خیر اعمال نیک میگه، عملی که مطابق وحی باشد، نماز باشد، صدقه باشد، دعوت باشد، نفقات باشد، تجدوها عند الله، پیدا میکنین ثواب از او را پیش الله. الله حتمی برتان بدلش میده. هر عمل خیر که انجام میده. قرآن میخوانین شما نه، بسیار درجه داره. رسول الله صحابه را گفت در حدیث بخاری، چی برا میدان یک چند دانه شتر بیاره، در 20 دانه را، و هیچ نه گناه بکند نه قطع صله رحمی، چیز زحمتش هم کم باشه. صحابه گفت کل ما خوش داریم یا رسول الله. کجاست؟ یا رسول الله در کجاست همین که ما بریم؟ و مثلا گفت آیا که شما ناتوان است که در مسجد بره چند آیت معنایش یاد بگیره، علم بخونه یا تلاوت بکنه در مسجد که شترهای سرخ کرده ثوابش بالا. در هر آیت صحابه دویدن به طرف مسجد. خب یک قدر ثواب داره، بسیار درجه داره. ما در دنیا می احساس میکنیم الحمدلله، در آخرت خب هست. ایمان داریم ما شما. ان الله بما تعملون بصیر، بدون شک الله به اعمالی که انجام میتین بصیر، میبیند، آگاه است از اعمالتان. پس جزایتان در روز قیامت میتست، یا پاداش مکافات و یا جزای آتش اگر بد کرده. الله اعمال شما را میبینه به چشمان خود. چشمان داره الله، کیف ما یلیق فی شأنه. بصیر است، لیس کمثله شیء، مثل ما شما نه. کمی تو 2 دانه چشمک خورد، تو نه. الله میبیند، چشم دارد، کیف ما یلیق فی شأنه. کشتی نوح علیه السلام الله میگه تجری باعیننا، زیر چشمان ما روان بود. و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، در زیر چشم ما الله میگه تربیت شو. موسی را میگه کسی از صفت بصیر الله انکار کند خطرناک است، از قرآن منکر میشه. پس در اینجا الله متعال ما شما را این احکام بیان کرد که به احکام عمل بکنین. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در اینجا الله متعال این را می فرماید که این یهودیای بیدین دعوا میکنند که جنت فقط بر ماست، هیچ کس در جنت نمیره غیر از ما. در اونجا خوی را بیان کرد که با کفر و شرک مردم دعوت میکنند. در اینجا دیگه قباحتشان نیست که جنت به خود منحصر کردن، با وجودی که کافر هستن میگه جنت میرم. قرآن قبول نداره، پیامبر قبول نداره، میگه میرم جنت. این چقدر خطرناکه. اعمالت کفری و خود جنتی هم بگویی نه. همین بسیار مسلمان ها داریم هم قسمی هست نه، اعمالش کفری و شرکی است، میگه من جنت الفردوس میرم. چشماش پود شده که در آتش بره. این چقدر خطرناک است. جنتیستیم میگم. الله از این گمراهی نجات بده. سبب نزول از آیت این است که عبدالله بن عباس میگه که اهل نجران نصارا پیش رسول الله صلی آمد، گفت که وقتی که آمدن یهودیا در مدینه بود که یک دیگر دعوا کردن، پیش رسول الله سلام آمدن و باز گفتن که یهود نصارا را میگفت در این دین نیستی، نصارا یهود میگفت در این دین نیستی. او میگفت که ما در جنت میریم شما نمیرین، این گروپش میگفت ما میریم، هیچ کس دیگه نمیره. الله متعال سر هر دوش رد میکنه، میگه نه تو جنتیستی نه او. جنت برای قوم نیست، هر کسی عقیده و عملش مطابق وحی آسمانی است اونمون میره. رنگ و نجات اسلام نمیشناسه. و قالو میگوین امی یهود و نصارا لن يدخل الجنة
هرگز داخل نمیشه در جنت الا من کان یهودا، مگر کسی که یهودی باشد، او نصارا یا نصرانی باشد. سکنین از ظاهر قرآنی تو فهمیده میشه که یهود نصارای تو، یهود میگه که در جنت هیچ کس نمیره مگر یهود نصارا، نصارا میگه که در جنت هیچ کس نمیره مگر نصارا و یهود. اینطور نیست. در ظاهر می تو فهمیده میشه. اینطور نیست که یهودیا بگن که غیر از نصارا و ما دیگه کس نمیره. اینطور نیست. یهود میگه غیر از ما هیچ کس نمیره، نه نصارا میره نه مسلمان، نه بت پرست نه مشرک، فقط ما میریم در جنت. و نصارا میگه غیر از ما نه یهود در جنت میره نه مسلمان نه مشرک بت پرست، هیچ کس نمیره. یعنی هر کدام میشان جنت به خود اختصاص داد. یهود به خود اختصاص داد، نصارا به خود. تلک امانیهم، الله میگه اینمی خیالاتشان است، همین گپا خوابایشان از خواب میبینند، خیال است. آرزوهایشان است، نه آرزو یکم تا که میشینه خیال میزنه کجا میره خیال پلو، نه های در کجا میرسه. در امریکا را هم تای میکنه و چند تا تعمیرها را میخره و پس میاد، سعی میکنه کلش خیال است. نه یکم تا که شو خواه شوه همی تو وقت در واشنگتن دی سی میباشه. نه باز میگه بخیر دلم بود که همی تو ناخ فکر ما خراب کردی. نه من میگه امریکا رفته بودم یا خانه سیل داشتم فکر ما خراب کردی. همی خواب و خیالات است. قل هاتو برهانکم، الله میگه قل از برای زنا بگو ای محمد رسول الله، هاتو ائتونی بیاورین، برهانکم حجت قویتان، دلیل منزلیتان. برهان دلیل میگه که آسمانی باشد. با آن دعوایی که شما دارین، ان کنتم صادقین، اگر شما رازگو هستین در ادعایتان که غیر از ما دیگه که از جنت نمیره، بیار دلیل. چی دلیل داری؟ از این برهان چی نمیگه؟ دلیل منزل آسمانی. در قرآن الله بیان کرده، در تورات بیان کرده، در انجیل بیان کرده، در کدام کتاب بیان کرده؟ الله هیچ نگفته که اینی قوم در جنت میره. هر کسی که عقیدهش توحید باشد، با نظام توحید پابند باشه، عمل بکند، اونو جنت میره. یعنی بلا، الله میگه بله. این گپایی که شما میگین این گپ نیست، بلا، بلکه بله میگه من اسلم، داخل میشود در جنت هر کسی که اسلم تابع بکند، وجهه روی ذات خود را، لله از برای الله، اسلم یعنی به صورت مخلصانه الله را عبادت بکند، خود منقاد بکند به حکم الله، و هو مؤمن در حالی که محسن باشد، ایمان داشته باشد، متبع انبیا باشد، خصوصا خاتم النبیین، فله اجر عند ربی، از برای ثوابش از پیش ربش، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نمی باشد ترس از برای اینا در روز قیامت و نه غمگین می شوند از چیزایی که در دنیا ماندگی است. هر کسی که اسلم وجهه لله و هو محسن، این یهودی است، نصرانی، هر کی که باشه، این تو نیست که یک قوم خاص. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ميغوين يهوديا ليست النصارى على شيء، نيس نصارى داي الدين. وقالت النصارى ميغوين نصارى ليست اليهود على شيء، نيس يهوديا داري الدين. وهم يتلون الكتاب در حالی که کتاب الله را میخوانند. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، همین قسم گفته بود کسایی که جاهلا بودن به علما مثل قول زنا را. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، الله فیصله میکند در بین زنا در روز قیامت. فيما كانوا فيه يختلفون، در آنچه که اینا بودن اختلاف میکردن. شما از این گپا یک چند گپ فهمیدین از این ترجمه که اینا در بین خود امی یهود نصارا یک دیگه خود تکفیر میکنه. او میگه این دین نیست، او میگه این نیست، در حالی که هردوشان کتاب میخوانن، تورات، انجیل. اکثر احکام تورات انجیل فرق نداشت، کتابشان یکی، پیامبرشان تعقیدی توحید داره، ولی او را کافر میگه، او را میگه. حال در مسلمان ها هم میطور است، نه؟ یکیش دیگه خود تکفیر میکنه، در حالی که قرآن در بین نشانه است. نه؟ یک گروه مسلمان ها دیگر را تکفیر میکنه، او دیگر را تکفیر میکنه. این بسیار است، نامایشان نمیگیرم دیگه.
تکفیر میکنن، ولی بعضش به حق است بعضش نیست. بعضش به ناحق تکفیر میکنن. میگه هر کسی اینی مذهب قبول نداره کافر است. خلاص ایتو میگه اینی مذهب، اینی عقیده را نداره کافر است، تکفیر میکنه. اینی چند تا امام معصوم میگه خوب، نمیگه کافر است. و دیگران میگن که اگر اینی را قبول نداره کافر است. مثلا طریقی ها میگن دمی 4 طریقه که در یک شام نبودی کافر است. نقشبندیه و نقشبندی، چشتی شریف و سهروردی شریف و قادریه و غفوریه، اینا میگه اینا ما دانشان شنیدیم دمی 4 طریقه در یکش نباشی کافر است. بعضی میگه در 4 مذهب نباشه کافر است. میگه یا نه از مذهب بیرون است برو، میگه و یهود است. اگر پرسانشان کنی 4 مذهب کی پیدا شد، کلان علما میگن، شاه ولی الله دهلوی میگه در قرن 4 مذهب گرایی گرایش به مذهب در قرن 400 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه و 400 سال بعد مذهب پیدا شد. این مسلمانایی که 400 سال پیش زندگی میکرد در یکی از اینا نبود، اونا چطور تیر شدن؟ صحابه ائمه این 4 مذهب خو در قرن 2 یا قرن اول اینا چی شدن؟ این در قرن 2 امام ابو حنیفه رحمه الله نگاه سن از کلش کلان است. در سال 80 هجری پیدا شد. خود تا 20 سال علم کرده چیزی را نمیفهمید. بعد از او یک ذره وقت علم بود. در قرن 2 علم یاد گرفت، یکم گپا گفت. در قرن 2 در 150 وفات کرده است. خو اینال و دیگه امام مالک بعد از امام شافعی بعد از امام احمد بخی. امام شافعی وقت پیدا شد که امام ابو حنیفه وفات کرد. بعد میگه در روز وفاتش پیدا شد. خب اینا پیش از اینا صحابه بودن، صحابه که الله نعمتها و جنتها را به اونا وعده داده. اونا در این مذهب نبودن، مسلمان بودن یا نه؟ نه بگو. میگه بودن، نه گفتن نمیتونه. خیر ما مثل همون مسلمان هستیم، ما هم مثل همون هستیم. چی میگی؟ نه میگه شما شده نمیتونید. چرا نمیتونید؟ میتونیم، ما مثل همون هستیم. طریقه ها که پیدا شد بعد از قرن 6 در قرن 7 آخرای قرن 600 سال بعد. حالا ما طریقه چیست؟ نقشبندی چیز میگه ذکر است، خانقاه. حالا رسول الله هم خانقاه داشت، یه جای جدا مسجد بود. ذکر پیامبر هم طریقش بیان کرده یا نکرده؟ بگو. اگر کرده چی ضرورت است به این طریقای دیگه؟ اگر نکرده تو چرا این طریقه نو پیدا کردی؟ چرا نامت نقشبندیه و چشتیه و گپا موندی؟ پس اینا یک بچه رقیب کنین، یک مولوی بود، یک تا آمده بود گفته بود در کدام طریقه هستی؟ شو آمده بود، جوان بچه بود، مولوی عقیده صحیح، شرایط هم صنف 2 بود، صنف 3 بود، میخواد. این گفته بود که در عقیده ما قرآن است، حدیث است. در کدام مذهب هستی؟ گفته مذهب ما مذهب رسول الله صلی الله علیه و نه در این طریقه های ذکر. گفته این طریقه را خوش ندارم، نمیشناسم، خراب هستم. گفته بود فهمیدم. دیگه شو به عیس میمان میاد، شو میخیزه ایره میکشه در خواب. یقین کنید. و گفته بود تو کافر هستی. زیاد از صوفی های در بین خود که میشینن دیگران را مسلمان نمیگن. این فتنه کدام فتنه بود؟ فتنه یهود نصارا بود. حالا در این امت سرایت کردگی است. وقالت اليهود میگوین یهودیا. چی میگوین یهودیا؟ لیست النصارى علی شیء، نیست نصارا در هیچ دینه. چرا نیست؟ به خاطر که اینا میگن ما عیسی را قبول نداریم و نصارا که هست میگه اینا سه خدا میگن و عیسی را خدا جور کردن، یا کافر هستن. وقالت النصارى و میگوین نصارا لیست اليهود علی شیء، نیست یهود در هیچ دینه، یهود در هیچ دینه نیست. و هم یتلون الکتاب، در حالی که اینا کتاب میخوانند، تورات میخوانند که چی است؟
یعنی یهود هم تورات میخوانن، نصارا هم انجیل میخوانن. و یکیش دیگه خود تکفیر میکنه، در حالی که اردوش کافر است. اردوش چی است؟ خود مسلمان میگفتن، در حالی که اردوش قرآن قبول نداره، سنت رسول الله صلی الله علیه و قبول نداره. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. همین قسم میگفت مشرکی، قال الذين میگفتن کسایی که لا يعلمون جاهل بودن، مثل قول از اینا را. کوکیس مشرکین عرب چی میگفتن؟ لیس محمد علی شیء، محمد در دینی نیست هیچ. این از پیش خود میگفت گپای نو آورده. یعنی مشرکین رسول الله صلی الله علیه و تکفیر میکردن، میگفتن بی دین است. صابی میگفتن، صابی شده. صابی یعنی دین اله کرده، بی دین شده. الله میفرماید که فالله یحکم بینهم، الله فیصله میکنه در بین از اینا یوم القیامت، در روز قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که اینا اختلاف کردن. یکیش میگه ما حق هستم، دیگه میگه ما، دیگه کی حق است اونجا معلوم میشه. و هر کسی که مطابق قرآن بود عقیدهش، مطابق سنت بود و نه، و اونو فهمیده میشه که صحیح مسلمان بوده. اگر نبود باز فهمیده میشه که مسلمان صحیح نبوده. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم. و من اظلم کیست کلان ظالم ممن از اون کسای منع مساجد الله که منع میکند مردم را از مساجد الله، از مسجدها و مردم را منع میکند. از این که ظالم کسی نیست. ان یذکر، این که یاد شود فیها در این مساجد اسمه، نام الله، صفات الله یاد شد، احکامش بیان شد. و سعی فی خرابها، کوشش میکنن در خرابی مساجد، تخریبش کنن، از نگاه درس و تدریس، از نگاه آبادی. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اولئک اینمی کسان نیست جایز است برایشان که داخل شوند. در کجا داخل شوند؟ در این مساجد. الا خائفین، مگر در حالت ترس می باشند. لهم فی الدنیا خزی، از برای اینا در دنیا رسوایی است. و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، و در آخرت عذاب بزرگ از برای اینا است. و من اظلمو، ای در ارتباط کی است؟ بعضیا خب سبب نزولش خاص بیان کرده. مشرکین مکه مسلمان ها را از حج عمره مانع شدن، از مسجد الحرام مانع کرد در صلح حدیبیه. الله متعال آیت روان کرد، از این که کافر گفت کلان کسی نیست که از مسجد مردم منع کنه. و کوشش در خرابیش کی که عقیده توحید بیان نشه، اعمال مطابق قرآن بیان نشه، حق گفته نشه، اونمو خراب است. مسجد باشه کسی در بینش نباشه، این بسیار خطرناک. یا بیخی تخریبش میکنن مسجد ها را. حالا شما میبینیم که مسجد ها بیخی تخریب میکنن و ای که قرآن نمیمانه ای خود زیاد است، قرآن بیان نمیمانه. در اکثر کشورهای اسلامی صحیح قرآن صحیح بیان کردن نمیمانه. میگه مطابق میل ما تفسیر بکن. الله متعال در اینجا ولی حکم از آیت عام است. هر کسی که از مسجد مردم منع میکند که الله توحید دو بیان شود، اسم الله، عظمت الله، کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و او آدم در داخل است. آیا کسی شرک بیان میکنه با نمانیش صحیح است. یکم تا میان مثلا امی صوفیا بعضش گمراه نه، خوب هم در بینش هست، اکثریت از این خوب نیست. میگن ما میم مولوی صاحب میشه یک مجلس میگیریم و یکم نعت شریف میخوانیم. نه نعت شریف که شروع کرد با دو شرکیات گفته میره، فلانی تو کرد و تو کرد. در یک مراقبه میگه یک سیب از جنت آورد، در یک مراقبه سر تا کرد سیب از جنت آورد. دیگه امشب رفته بود که خداوند صحبت کرد، یک پیر چیز شدید آواز شد، مرید از خلیفه است، میگم مقتدی خدا، میگم مریدای خدا. امشب میگم من رفتم پیش الله در زیر عرشش گپ زدم، یکم گپا را با ما گفتم خوی گپا خاص با ما باشه، با کلشان نمیگم، اما خاص مریدا را برش میگم. پس آمدم همین تو قسم میکنم. باز یه شیخ ما هست، یک شیخ که حدیث درس میته پنجشنبه، همون باید پرسانشم کردم، میگه خب شیخ پیر صاحب میگه رفته بودیم؟ میگه رفتم.
آسمان ها رفتم. میگه چی کردی؟ میگه آسمان اول، دوم، سوم، کلش. پس آمد. یا بسیار خوب. یا هم خوب گپایش گوش میکن. این تو مردم های است. اگه این تو قصاره کردن نه تو این گپا باز میشه منشان کنم. ولی اگه از توحید ما نمیمانه کسی را، بیان حق نمیمانه، اونو در آیت داخل میشه. توجه شدید؟ و من ازلمو کیست کلان ظالم ممن از او کسای منع مساجد الله. اینجا الله من استفهام انکاری است، یعنی که وش کده باشه که از مساجد الله مردم منع نکنین. این یذکر فی اسمه، این که یاد شود فی هذه مساجد اسمه، اسم الله. اسم صفت هم شامل میشه. عظمت الله، قوانین الله، دستور الله بیان شود. اولئک اینمی کسایی که کار میکنن ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، جایز نیست برایشان که در مساجد داخل شوند مگر خائفین. چی معنا؟ این جمله خبری است با معنای انشاست، یعنی مشرکین نمانین که در مساجد داخل شوند. مشرک یک معنا. دو معنایی است که الله خبر میده، بشارت است که تو وقت میای که اینا در مسجد حرام داخل شدن نمیتونن. و همون تو هم شد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و مکه را فتح کرد، بعد حضرت علی را روان کرد و فعلان کو که الا خبردار لا یحج بعد عام مشرکون، بعد از این سال دیگه یک مشرک حج کرده نمیتونه و در مسجد حرام داخل شده نمیتونه. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. ای مؤمنین، مشرکین نجس است، نزدیک نشوند در مسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از این سال دیگه داخل نشون. این می آیت که نازل شد رسول الله صلی الله علیه و اعلان کرد. و با وجود که عقیده شرکی داشتن، حج میکردن، طواف میکردن، رسول الله صلی الله علیه و منعشان کرد. چرا منع کرد؟ زیرا شرک میکردن و شرک مسجد پاک باشه از مشرک. مشرک کافر در مسجد داخل نشه. در این اختلاف است که اگر تو بیا کافر و اگر میاد گپ حق گوش کند خیر است. دیگه ای تو بگوی ما میخوایم بشنوم، نه بیاید، ولی با قوت و نیرو آمده نمیتونه، قوت نداشته باشه. لهم فی دنیا خزی، از برای از اینا در دنیا رسوایی است. فی دنیا، در دنیا رسوایی است که عذاب میته، الله اینا رو رسوا میسازه. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، از برای از اینا در آخرت عذاب بزرگ است. خب اول از این مصداقش مشرکین مکه بود، در دنیا رسوا شدن، شکست خوردن، مردار شد اکثریتش، در آخرت در جهنم رفتن. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. خاص از برای الله المشرق، مشرق است، طرف مشرق، والمغرب طرف مغرب است. فاینما تولوا، هر جایی که شما دور بتین رویتان را، فثم وجه الله، در هموجا است روی الله، ذات الله. ان الله سمیع واسع علیم، بدون شک الله فراخ است علمش، فراخ است فضلش. در این آیت ای بود که وقتی که حکم قبله آمد که روی تانه به طرف بیت الله دور بتین، اینا انتقاد کردن که چه قسم پیامبر است، یک روز میگه ایسو نماز بخوانین، دیگر روز میگه اوسو بخوانین. الله میگه این اختیارات پیش شماست، طرف شرق و غرب، شما هر طرفی که الله حکم کرد اموسو نماز بخوانین. یک معنایش اینه است که مشرق، ولله المشرق، مکان طلوع آفتاب، این خاص در اختیار الله است. والمغرب، مکان طلوع غرب، غروب آفتاب. فاینما تولوا، هر جایی که شما بگردین، رویتان بگردانین، فثم وجه الله. یک معنایش خواهمی است که مسئله قبله است که الله نسخ کرد، قبله به طرف بیت المقدس بود، مسلمان ها روی خدا نوسو دور می دادن، الله حکم کرد که به طرف بیت الله نماز بخوانید. بیت المقدس طرف شمال است، یک دفعه الله حکم کرد که به طرف جنوب روی تانه دور بتین، این ثبوت روی خدا نمونسته. اینا انتقاد کردن این چه قسم است؟ الله میگه این اختیار ماست کدام طرف بگوییم. یا میشه که عام باشه، اگه عام باشد در اختیار الله طرف شرق و غرب، شما هر جایی که روی تانه دور بتین اونجا الله است، یعنی از علم الله، قدرت الله بیرون نمیشه. ان الله واسع علیم، الله علمش بسیار فراخ است، شما هر طرفی که روی تانه دور بتین اونموجا الله وجود داره و شما را میبیند.
ای که الله چه قسم حکم میکند توانایی است، خالق است. پس در اینجا اشاره به سوی فراخی علم و قدرت الله است. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. وقالوا میگوین این مشرکین اتخذ الله ولدا، گرفتگیست الله اولاد، سبحانه پاک است الله متعال از ولد. بل له ما في السماوات والارض، بلکه خاص است برای الله آن چیزی است که در آسمان و زمین است، اختیارات پیش الله. کل له قانتون، هر یکی از برای الله فرمان بردار است. در اینجا الله متعال رد میکنه به دیگه انتقاد از اینا. خب شرک میکردن، مشرکین میگفتن ملائکه بنات الله است، دخترایشان. این ملائکه را ولد میگفتن، این اولادای الله است. نصارا میگفت که و قالت اليهود عزیر ابن الله، یهود میگفت عزیر فرزند الله، نصارا میگفت مسیح فرزند الله، من ایس فرزند گرفته. باز اینا میگفتن که الله بعض اختیارات به بعضی داده من حیث اولاد، مثل که پدر به اولاد اختیار میده. اینا ما که یار عبادت میکنیم، اینا مشکلات ما را به الله پیش میکنن. پس تو چرا ما را مانع میشی که ما ایرا بگوییم که فرزند الله است؟ فرزند حقیقی نمیگیم، ما میگیم الله ایرا من حیث فرزند به خود گرفتن نزدیک الله است. مثلا یهود میگفت که مظهر علم غیب الله عزیر است، مظهر علم غیب، و مظهر قدرتش نصارا میگفت کی است؟ عیسی است. مشرکین میگفت نه ملائکه است. الله در این رد میکند که نسبت اولاد دادن کفر و شرک است. الله از اولاد نه کسی را من حیث اولاد میگیره فرزندی، نه که از او کسی پیدا شود، بلکه همه اختیارات کائنات پیش الله است. الله نیاز نداره به اولاد. شما چطور نسبت اولاد به الله میتین؟ وقالوا میگوین یهود و نصارا مشرکین اتخذ الله ولدا، گرفتگیست الله اولاد. برتان گفتیم یهودی هم میگفتن، نصرانی هم میگفتن، مشرکین هم میگفتن، ولی فرقش بیان کردیم. فرقش در چی بود؟ یهود عزیر میگفت، نصارا عیسی علیه السلام، مشرکین ملائکه را. اتخاذ الولد یعنی یک کسی را من حیث اولاد میگیری. اینا میگفتن که ولد حقیقی یعنی اختیاراتی را مثل که پدر به بچه میته، این همه اختیارات داره. عیسی را میگفتن ملائکه را و عزیر. الله رد میکند به چند طریقه. سبحانه پاک است الله، منزه است آن چیزی که اینا فکر میکنن. خب الله کسی را اولاد میگیره که به اون نیازمند باشه، محتاج. بعد از ما میگه این کارا را پیش ببره، مرگ با بالایش بیاد. الله خیلی چیزا منزه. مثلا شما ملک سلمان دیدین، پادشاه عربستان، بچه خدا نایب دو تعیین کردن، نه؟ اون اختیارات برش داده. بچه ملک سلمان پادشاه عربستان نایب تعیینش کنه که بعد از ما یک تا دیگه شد، بعد از اون نایب دوم این باشه. این محتاج است. الله میگه سبحانه ما خب الله پاک است از این نیاز نداره کسی را اولاد بگیره من حیث ولد. لم یلد ولم یولد بل له ما فی السماوات، دوم رده، بلکه خاص در اختیار الله است آنچه که در آسمان و زمین است. در آسمان و زمین چیزی که در ملکیت الله است، چیزی که تحت تصرفش است، چیزی که از مخلوقش است، چیزی که از بنده هایش است. الله چی نیاز داره اینا را من حیث اولاد بگیره؟ رد دوم رد. سومی که کل له قانتون، هر یک مخلوقات از برای الله فرمان بردار است، نافرمانیش نمیکند. پس چی ضرورت است که یار اولاد؟ ملائکه رو چرا اولاد بگیره؟ کلش بنده های فرمان برداره. الله اینا را آفریدگی است. و دیگر رد میکنه به بالایشان الله. یک رد دیگر بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کننده آسمان و زمین است. و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وقتی که فیصله کند یک کار را، فانما جز نیست یقول میگوید له از برای کن موجود شو یا معدوم شو، فیکون همونطور میشه. معدوم شو میشه، موجود شو میشه، شکل تغییر بخوره میشه، هر فیصله که الله کنه. حال بسیار دیگه اینجا رد سوم است و بسیار قدرت خود الله نشان میده. بدیع السماوات،
ناشنا پیدا کننده آسمان و بدی چرا میگه که مثال سابق نداشته باشه، هیچ دیده نشده باشه. آسمان و زمین هیچ وجود نداشت، الله پیداش کرد. این بدی مخترع قبلا نبود، پیدا شد. یکی است که انسان از روی یک چیز جور میکند، نه؟ او را بدی گفته نمیشه. بدی او را میگه که مثال سابق نداره. اگر کسی مثلا اینجا موتر یک تا دیگه جور کرد، یکی از روی جور کرد، باز او را بدی گفتنم، بدی را میگه که نو یک چیز پیدا هیچ وجود نداشته باشه. بدعت در لغت به معنای نوآوری، تجدد، یک چیز نو. در اصطلاح یک چیز نو در دین پیدا میکنی و او را دین میگی. یک ذکر نو ایجاد میکنی، یک عقیده نو، یک عمل نو. مثل که میلاد در زندگی رسول الله هم نبود، چیزی وجود نداشت. حالا اینا چی کردن؟ بدی ابتدا کردن، بدعت نو ایجادش کردن. یا این که شب برات گپا نبود، اینا ایجادش کردن. و یا چقدر بدعتای دیگه، اسقاط، هیلی اسقاط وجود نداشت. یا چی کردن؟ مبدع شدن، نه مخترع، اختراع کردن از پیش خود. مولا را هم که ببینید اون اختراع کردن میره چیزای نو در دین. اینا چیزایی که نو در دین ایجاد میکنی دلالت از گمراهی است. کل بدعت ضلاله. یکی برای ترقی دین یک چیز نو جور میکنی، بازو بدعت لغوی گفته میشه، بدعت شرعی نه. مثلا این لاسپیکر است، نه سابق نبود، حال ما شما این را پیدا کنیم، نه از این استفاده میکنیم. این آواز دور میرسانه، ولی نمیگیم که این دین است. این برای ترقی دین است. آواز قنی اونجا، یا اینی ثبت آواز اینجا ثبت میکنیم بعد دیگه جای میرسانیم. این حالی ای را بدعت لغوی، در لغت بدعت هر چیزی را که نو ایجاد کنی، این میره میگه. مثلا موتر است، کامپیوتر است، هر چیزی که دیگه، موبایل است. الله بدی آسمان و زمین، آسمان زمین هیچ وجود نداشت، نو پیداش کرد، ناشنا اختراعش کرد. و اذا قضا امرا، وقتی که فیصله کند الله یک کاری را الله قضا به معنای اراده کند، ایجاد یک چیز را که چیز موجود شود، یا ای که معدوم شود، یا ای که شکلش تغییر بخورد، انما یقول فانما، جزی نیست الله میگوید برش کن موجود شو فیکون. الله فقط اینم قدر میگه که کن، بس دیگه همونطور میشه. حکم الله در قرآن میگه و ما امرنا الا کلمح البصر، امر ما نیست مگر مثل پلک چشم، او هو اقرب، یا از پلک چشم هم کده بسیار تیز است امر الله. هم اراده کت امی تو شو میشه. مثلا ما شما یک چند مثالش در قرآن است. آسمان و زمین وجود نداشت، الله آسمان را گفت قالت ائتیا طوعا او کرها، بین به خوشحالی یا به زور. چطور میکنین؟ جور میشین به خوشحالی یا به زور؟ قالت اتینا طائعین، تم به خوشحالی جور میشین. آسمان را فقضاهن سبع سماوات، زمین هم پیدا کرد. زمین آب نداشت، زمین گفت که آب تا بیرون کو، آسمان گفت باران، آنه پیدا شد. ما و شما وجود نداشتیم، الله مرا گفت اینجا شما را مرد پیدا شد در فلان جا این آمدید. حالا حکم کرده که دینی وقت بمریم، حالا گفته میتونم که نه نمیمرم، نه. چند حکم، یک حکم دیگهش در اینجا تیر شد. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. کسایی که در روز شنبه یهودی‌ها تجاوز کردن، شکار ماهی را کردن، الله چی میگه برشان؟ کونو، شوین قردة، شادی، خاسئین، ذلیل. کلگی شادی شد، یعنی شکلش تغییر خورد. گفت شکل تغییر بخوره، تغییر خورد. بسیاری انسان ها را دگام روایت های اسرائیلیه الله گفته سنگ شوین، سنگ شدن، تو سنگ ماند. آتش در میته. ابراهیم علیه السلام که انداخت برای آتش، الله چی گفت؟ کونی بردن، شو سرد و سلام علیه. آتش سوختنده تانست؟ نه. الله کونی بردن، کونو قردة خاسئین. این حکم تکوینی است. اراده یک چیز کرد، بعضی میگه که اراده کرد میشه، حاجت کن نیست، ولی الله میگه نه، کن میگه، امر میکنه. که میگفت موجود شو، خلاص.
در سورة قصص ما شما خواندیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا، اراده کردیم که احسان کنیم به مردمایی که ضعیف شده بودن، ظلم سرشان شده بود. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، خواستیم که اینا را امام مقتدای دین بگردانیم، وارث زمین مصر. الله حکم کرد که موسی پیدا شود، خلاص پیدا شد. حکم کرد کسی را کشتن نتانست. حکم کرد در خانه فرعون کلان شود، موجوده که دشمنش بود شد. حکم کرد که فرعون غرق شود، اموت شد. عین بحر موسی علیه السلام تیر شد، بحر گفت غرق نکنی موسی را، نکرد، تیر شد. عین بحر فرعون که آمد غرقش کرد. یعنی را حکمت اقدر الله قوت داره. این تو ذات پر قدرت است. مخلوق به الله میرسه، مخلوق صفر است. چیه؟ هیچ. ما و شما هم رئیس جمهورای دنیا، کل ما همین پیشابش بند شوم میمره، اگر جاری هم باشه باول غایتش هم میمره، در دو صورت. پیش الله هیچ چیز نیست. الله ای تو پر. وقتی که الله ای تو قوی ذات است، حاجت خود از کی بخوایم؟ از الله. مشکلات خود از کی بخوایم؟ رزق از کی بخوایم؟ اولاد از کی بخوایم؟ حکومت اسلامی از کی بخوایم؟ تمام نعمتها از الله باید بخوایم. الله را باید بشناسیم، اقدر قوت داره، اقدر قدرت داره. مردم الله را مانده در قبرها و زیارتها خود زده را ایستن، مرده توبه. او بیچاره در زندگی خود چیز کرده نمیتونست، حالی که مرده میگه از کرامات سخی جان کور بینا میشه. شعر میخوانه. یک نعت شریف همی است، نعت بخوان. روز نوروز از خدا جان جنده بالا میشه، از کرامات سخی جان کور بینا می. این کلمات شرکی است، نامش مانده نعت شریف. یک مولوی بود میگفت از ساز کرده نعت جرمش بالاست. نعت بخاطری که در نعت شرکیات بیان میشه، در ساز مردم میفهمن این گناه است. ایره گناه نمیگه، هیچ گریان میکنن، چشمای خدا را پاک میکنن. نعتخوان مزار کی بود؟ میر فخرالدین آقا. چی شرکیاتی بیان کرده؟ مردم چقدر گریان میکرد؟ علی را میگفت در بامیان آمد، بند امیر را بسته کرد. چی کارا کرد با بامیان؟ دیگه میگه اژدها سرش خیز زد، وقتی که پف میکرد سر ازی گل میامد. مردم ایران ما توی گفا با مردم دیگه گریان کرده. یک هو است، گریان است. این کفریات گفتارای، شرکیات گفتارای، مردم گریان داره. به می خاطر نعت شریف نه بسیار خطرناک. نعت شریفه وش کده باشین، یک موحد اگه باشه خوب، کسی عقیده شرکی داشته باشه بسیار خطرناک. آلی کسیتای امی میر فخرالدین کی جمع کنه، چیزایی گفت. هر روز صبح دیو تلا که بری بران ماندگی سوره گوش هم میکنن، خب باید دقیق گریان میکنن میره. اولیای خدا و دوستای خدا همیشه صفت مخلوق است در نعت، هیچ صفت خالق نیست. همیال اگه من در این باره گپ دیم کم گپ زدم، میگم خسته نشید. در صفت خالق که الله در قرآن میگه قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب، اگر بحر کل سیاهی شود برای معلومات رب، صفات رب، و دیگه و من بعد 7 ابحر، 7 بحر دیگه بیاد. و شجرت و اقلام، درختها کلش قلم شد، نوشته کنن قلم خلاص میشه، رنگ خلاص میشه، صفات الله میمانه. این تو ذات ایره مانده آمده صفت مخلوق ایتو کرد، علی ایتو کرد، حسن ایتو کرد، حسین ایتو کرد، پیر صاحب شاه عبدالقادر جیلانی غوث العظم صاحب ایتور کرد. این قصاره کده رایست. همون که الله در قرآن میگه ما قدر الله حق قدره، نشناختن الله را به حق شناختن، تعظیم نکردن به حق تعظیم کردن. والارض جمیعا قبضته، زمین تمامش در یک دست الله. و السماوات مطویات بیمینی، آسمانا کلش جمع میشه در یک دست راست الله. آسمانا را در یک دست خود. بعد میگه انا الملک، ما پادشاه هستم. این الملوک
چه شد این پادشاهی جعلی؟ این تو ذات است. عظمت الله در قلبت باشه، هیچ توجه به مخلوق نمیکن، مشکل باشه. همیشه الله ذکر تام، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفر الله. الله باید 24 ساعت الله در قلبت باشه. الله ذلیلت نمیکنه. توکلت به الله، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. این همه چیز از الله باید بخوای. حتی رسول الله هم میگه که این بوتتانم کنده شد، بگو یا الله میره جور کن. هر چیزه. یک صحابی بود، مچم تابعی، بسیار دعا میکرد. گفت بسیار شله بود. گفت چرا تو میکنی؟ گفت الله می کسی که بسیار شله باشه دمی دعا کردن او را دوست داره. یک چیزی که میخوای نامید بار بار بخوا، بار بار شلگی کن، یا الله یا چقدر که اظهار عاجزی کنی اما قدر الله خوشحال میشه.